در این بارگاه حدود 200 نفر نورسان و جوانان پی آموزش زبان چینی هستند. استادان دانشکده کانفوتسی در شهر بوستان میگویند علاقمندی جوانان تاجیک برای تحصیل در دانشگاه‌های چین می‌افزاید. تلاش برای پیدا کردن جای کار و درآمد خوب از شرکت‌های چینی مقیم تاجیکستان جوانان را بیشتر به سوی دانشگاه‌های آن کشور می‌کشد. 我叫 Rustami Nazar， 正文名鲁达，目前就读于塔吉克斯坦冶金学院1年级，同时在孔子学院学习汉语。我学习汉语已经2年了。我学习汉语就是因为我想去中国读大学，我觉得去中国读大学是一个不错的选择。نام من رستمی نظر، من دانشجوی دانشکده کوهی متالورژی تاجیکستان هستم. طولی 2 سال باز زبان خیتایی می‌آموزم و می‌خواستم که به خیتای رفته تحصیل خودم را دوام دهم. رستمی نظر می‌خواهد تکنولوژی‌های پیشرفته و مثل ذهن سنی را آموزد و متخصص این ساحه گردد. او از آن خاطر می‌خواهد این کسب را در چین آموزد که به اندیشه و تکنولوژی علمی در آنجا خیلی رشد کرده است. فرانگیس می‌خواهد داننده خوبی این زبان باشد. 我叫做伊罗弗兰吉斯，中文名字叫彩虹，我是高中11年级的学生。将来我希望能去中国留学，当一名优秀的汉语教师。من زوئیرو فرانگیس خواننده صنفی 11 می باشم. زبان خیتایی را در طول 1.5 سال باز می آموزم و آینده می خواهم که به خیتای رفته زبان خیتایی را خوانده آموزگار زبان خیتایی شده در دولت خودم کار کرده به دیگران این زبان را آموزم. من سیانکای 8 سال باز در مرکز کانفوتسی به حیث آموزگار زبان چینی کار میکند. به اندیشه او بنابر گسترش همکاری تاجیکستان و چین شمار شاگردانش در این بارگاه زیاد شده است. در این راستا خودش به آموزش زبان تاجیکی میل پیدا کرده و گاهی نازکی‌های درس را به زبان تاجیکی میفهماند. سلام، نام من منسیانکای می باشد. من از جمهوری چین هستم. 8 سال باز در دانشکده کنفوتس کار میکنم. جوانان تاجیکان زبان چین خوب می‌آموزند. مرکز آموزشگاه کانفوتسی در ولایت سوخت 10 سال پیش به فعالیت شروع کرده است. طول این سالها گوشه‌های این آموزشگاه در چندین دانشگاه و مؤسسه‌های تعلیمی ولایت سوخت باز شده است. در اینجا 6 نفر استادان از چین و آموزگاران تاجیکی دارنده رتبه آموزگاری بین‌المللی کار میکنند. دانشکده ما در طول فعالیت خود زیاده از 5000 شنوندگان را درس زبان چینی آموزانیده است و از این شماره هر سال قریب 30-40 نفر شنوندگان همین مرکز طریق کوتا به دانشگاه‌های جمهوری مردمی چین داخل می‌شوند. سن سال شنوندگان در ما از 15 ساله تا 60 ساله را در بر می‌گیرد. نوریدین عبداللهیف بعد 5 سال آموزش در چین حالا در دانشگاه دولتی خوجند به حیث آموزگار زبان چینی کار می‌کند. به غیر از این وی عنوانجوی علمی است و موضوع کاری او خصوصیت‌های ترجمه آثار ادبی از تاجیکی به چینی در مثال مثنوی معنوی جلال‌الدین بلخی است. ادبیات زبان چینی بنیاد غنی است. موضوعی هست که ما حالا از هم بی‌خبر هستیم. موضوعی که باید که در آینده آموزش کرده شدنش بسیار به هم لازم است. این هم یعنی چی است؟ مناسبت‌های فرهنگی ادبیاتی می باشد. شمار دانشجویان محصل مکتب‌های عالی چین بنا به اطلاع سفارت تاجیکستان در پکین هزارها نفر را تشکیل می‌دهد و این جوانان در بیش از 100 دانشگاه این همسایه کشور با تحصیل فرا گرفته شده‌اند. مقامات معارف میگویند بازار بورسیه تحصیل در چین که از جانب وزارت معارف تاجیکستان و سفارت چین و دانشکده کانفوتسی پیشنهاد می‌گردد خیلی گرم است و پیش از دیگر کشورها پر می‌شود.
شاید طلبات به زبان چینی از آن سبب زیاد شده ایستاده است که ترقیات اقتصادی جمهوری مردمی چین و مبادله فرهنگ و مبادله اقتصادیات آن با جمهوری تاجیکستان تا رفت زیاد شده ایستاده است و این چنین دویم سبب از آن است که دانشگاه های جمهوری مردمی چین، جمهوری مردمی خیتای به دانشجویان تاجیک که دارای اجازه بالا می باشند به آنها بورسیه های 1 ساله 4 ساله بورسیه های ماجسترانتی و پی اچ دی پیشنهاد کرده ایستادند. اگر تا 10 سال پیش تنها در 1 یا 2 مؤسسه تعلیمی ولایت سوخت زبان و فرهنگ چینی آموزانیده میشد، حالا در اکثر دانشگاه‌های شهر خوجند و اطراف آن آموزش و همکاری با دانشگاه‌های کشور چین به راه مانده شده است. این همسایه کشور تاجیکستان که تا آغاز سالهای 1990 قریب هیچ گونه ارتباطی نداشت، اما در سالهای صاحب استقلالی کشور به بزرگترین سرمایه‌گذار و شریک تجاری بدل شد. دوام 10 سال اخیر چین به اقتصاد تاجیکستان 2.6 میلیارد دلار سرمایه گذاری کرده است. اما نگرانی ها از شفاف نبودن قرض و سرمایه های چین در تاجیکستان زیاد است. فرزان محمدی، رادیو آزادی، شهر بوستان.